گپ نمیزنید. این همینجا سری قبر آمده به چشماتون میبینید لحظه با یکدیگر را پسر نمیکنید، با یکدیگر را تحقیر میکنید. پیغمبر علیه الصلاة و السلام چی میگه؟ از قفای مرده سه چیز می آید: اهلش، فرزنداش، خیش تباراش، مالش. بیشتر در دوره جاهلیت یگان بای که میمرد اشتراش حی کرده قبرستان می آمدن. حاضر برای قبرکنان متریال میارن، برای قبرکنان متریال میارن. خب فرزنداش میگرده متریالاش قبرکنان میگیرن، فقط عملش میمونه، خونک خوابت. حاضر ما و شما بعد قدم زدن به سوی خانه ها دو ملک می آید میپرسد، یکیش منکر یکیش نکیر. سه سوال میکند قومای عزیز. اگر کسی در دنیا کلمه توحید در زبانش خوب زیبا تکرار کرده بتاند، لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبانش بگوه و معناش گفته بتاند نیست معبودی برحق بجز الله و محمد فرستاده الله است. نیست معبودی برحق. ما شما را یک چی میگم، هیچ ملا هیچ ایشان در قبر از تن ما و شما جواب نمیتید، هر کس خودش جواب میتید. به امید هیچ کس نشید قومای عزیز. خودت از گناه توبه کن، شبها بخیز در سجده گریه کن، بگو خداوندا زینای کردگی مرا ببخش، عرق نوشیدگی مرا ببخش، من چند کس عرق دادم پول حلال و قطعی، خداوندا مرا گناه ما ببخش. من در خونم آوردم شیشه عرق شکایدم، دوستام خفه نشو گفته بگذار الله خفه شوه. یک دوستی عرق را از الله بالا میدونیم. در تویامان عرق میتیم حافظا را. انیج آمدن در خود جواب میگی ولا تزیر وازیرتون وزر اخرى. هیچ کس از تن هیچ کس گناه یک دیگر را جواب نمیگد، هر کس گناهش خود جواب میگد. برای این سبب پیغمبر علیه الصلاة و السلام ما و شما را میگد که ایاکم و الشح فان الشح اهلک من کان قبلکم. ای امتی من زینهار بخیلی نکن. بخیلی قومای پیشتر را کشتگ نابود کرد و شما را نابود میکند. پیغمبر علیه الصلاة و السلام چی میگه؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی باور دارد به یگانگی الله و کسی باور دارد که الله ما و شما را در قیامت میخیزانه، چی کار کنه؟ یا سخن خوب گپ زنه یا سکوت کنه. سخن بیهوده نگید برادرای عزیز، فقط جواب میگید. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. این ملائکه می نویسند، فقط جواب گفته نمیتونی. برادرت غیبت نکن، غیبت حرام است. همسایت دوست بدار. پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ کسی باور دارد به الله و روز آخرت همسایش احترام کند. قطعی همسایت قهری نشو. برو همسایت سلام و سلام علیکم برادر، مرا ببخش یک محل جنجال کردیم، یک محل یک وجب زمین تا گرفتم، یک محل درخت شکستم علا کردم. حاضرم وقتی در روز قیامت دیگه اوجا پول مال نیست، دیگه اوجا ایمانت میگیرن. پیغمبر علیه الصلاة و السلام صحابه را پرسید بیچاره کی است؟ اصحاب گفتن بیچاره کسی است که پول و مال نداره. پیغمبر علیه السلام گفت نه، بیچاره کسی است که نماز خواند، روزه گرفت، حج رفت، صدقه کرد، لکن چیکاره بود؟ آدم کش بود، آدم کشت، آدم زن بود، آدم میزد، حق مردم میخورد، آدم را تحقیر میکرد، آدم را پسند نمیکرد. روز قیامت الله سبحانه و تعالی همه را زنده میسازه. دعواگرا دعوا میکنه خداوندو این مرا زدگی ای، این مرا شپلاق دارو زدگی، مال ما خوردگی ای کس مرا پسند نمیکرد در دنیا.